می‌تونید دوستان گرامی اولین غلبه ما با دست اومد و امروز هر یک مخلص فوتبال تاجیکستان این دورت به اون خاطر که دسته منتخب تاجیکستان در بازی‌های انتخابی جام جهان با اولین غلبه‌اش نایل شد. اگر ما اردن رو مغلوب می‌کردیم حالا در زینه اول بودیم و در زینه اول خواهیم بود تا اون لحظه که دسته منتخب ما 21 مارت با سفر به عربستان سعودی می‌رود. اما ما امید داریم که همه ارزوی ما جامعه عمل می‌پاشد و دسته منتخب تاجیکستان به مرحله سومی بازی‌های جام جهان خواهد رفت. ولی برایمان امکانات خیلی تنگ و تاریک میشوند. بازم البته باید بازی دسته‌های اردن و عربستان سعودی را نظر انداخت که با کدام نتیجه اون جریان دارد و با کدام نتیجه میتواند البته در رقابت امروزه با چنین اشتباهی باید راه داده نشود. رقیب نسبتا ضعیفتر است از منتخب اردن. این را البته ما اگر حتی با ردبندی هم متوجه شویم رو پیدا کند. هجوم بازیکنان ما پس با کنار امکانیت میتواند پیدا شود. ارسال خوب علیشیر جلیلوف باید کوشش بنماید. رستم سویروف پاس نوبتی با عقب ضربه به طرف دروازه و امکانیت یک ضربه دیگر گل. احمدانی کمالوف دوستان ارجمند با زدن گل دست می‌یابد. مخلصان تاجیک طور گفتم در ورزشگاه هستند. حساب رقابت گشوده می‌شود. احمدانی کمالوف پس از یک هجوم بسیار هم خوب ما ضربه نشان راست محکوم و برقاسا میزند و دسته ما را به پیش میبرد. 1-0 ما پیش صف میشویم دوستان عزیز. بیاید بار دیگر متوجه شویم. سر اول پرویز جان عمر بایف این ضربه را اجرا کرد که ضربه زده و به ستون دروازه رسید. بعد از آن که دروازه‌بان هم به توپ کمی رسید و پس آن در برگشت توپ بازیگر ما قرار داشت. حمدانی کمالوف ضربه زد و دیگر این ضربه را یگان دروازه‌بان برطرف کردن نتوانست. دو دفاعگر هم در پیش بودند ولی حمدانی کمالوف پیش دستی کرد و توانست ضربه بسیار هم نشان رسی بزند. حساب رقابت هم اکنون دوستان ارجمند در همین فرصت 0-1 با نفع. مسئله دیگر است. مسئله این اداره بازی است. یعنی حساب که به نفع موست باید بازی را تحت کنترل خود تحت نظارت خود قرار بدیم. رستم سویروف امکانیت دارد و وضعیت خیلی خوب را به میان آورد. رستم شاید اینجا میخواست ضربه هم از بالا دروازه‌بان زند ولی در آخرترین فرصت نزد پایهای دفاعگر دسته پاکستان زده دور کند. بله همین طور هم هست. میبینیم که این پیش صف هستند. بازی رو خیلی خوب آرام کردن میتوانند. این زمان با اوجا میگذاریم فرصت خوب. رستم سویروف با توپ ضربه و به طرف دروازه گل. حساب رقابت اکنون دوستان ارجمند 0-2 میگردد. ضربه نوبتی ضربه بسیار برقاسا و مخلصان اینجا از این بازی پاکستانی خیلی نگران هستند. مخلصان ما باشند از بازی فوتبالبازانمون خیلی خرسند. می‌بینید که چگونه از همین فاصله ضربه میزند رستم سویروف. دروازه‌بان اکنون این بعد نتوانست موقع درست بگیرد. متوجه میشویم واقعا هم ضربه خوب و ببینید که ضربه هنگام نزدیک شدن به دروازه‌بان به زمین هم رسید و ما از همین حالت میتوانست یوسف بود دروازه‌بان دسته پاکستان را حمله بازیگران کشور پاکستان امکانیت می‌جویند. اونها ضربه زده میشود و این توپ به دروازه وارد میگردد. توپ به دروازه وارد میگردد دوستان ارجمند. ببینید که این رشیس نبی است بازیگر رقم 8 چگونه ضربه زد. واقعا هم اقرار شدن لازم است که ضربه خیلی عالی زده شد. گل‌های بازی امروز یکی از دیگر زیباتر هستند ولی از این نگاه برای ما زیبایی گل‌های فوتبالبازان پاکستانی لازم نیستند. عموما گل‌ها با ما چی زیبا و چی بی‌زیباشون لازم نیستند به دروازه ما. متوجه میشویم بار دیگر چگونه اینجا ضربه زده شد. واقعا هم این ضربه بود که برطرف کردنش خیلی مشکل است. به همون کنج پرید رستم یتیموف ولی ضربه بالا رفت. ببینید که ضربه چگونه با گوشه بالای دروازه روان کرده شد. با این گل مسی هم رشک و اسد میبرد. واقعا هم خوب تغییر یافتند. پس اینجا رسانیده میشود. امکانیت خوب ضربه به طرف دروازه و دفاعگران این را برطرف میکنند. هجوم ادامه خواهد یافت. یک ضربه دیگر و اوت.
خیلی خوب بازی جریان دارد و این البته با اون سرعتی که آغاز گردید با همون سرعت بلند جریان دارد. هر دو دسته به هجوم مایل دارند، هر دو دسته در زینه اول است. از همه بیشتر موضوع بازی دارد با پیرانهای منتخبمان. رستم سویر فین زمان با تو با پاسیو با داخل جریمه امکانیت تمدن کمالوف ضربه با طرف دروازه. باید یک ضربه دیگر هم زده شود. کمالوف تو آخر مبارزه برد ولی توپ رو از نزد پایه‌های او اکنون میدان آید. پرتاب با داخل جریمه اینجا اجرا کرده می شود. با این هجوم سر اول ما متوجه می شویم. پس به نزدیکی جریمه علیشیر جلیلوف در داخل جریمه یک نفر رو فری میداد. پاس خوبی و باقی پرویز عمرباєв ضربه گلاسو گلیسیمو گوادو. این تاجیکستان و پاکستان هستند، اینها برزیلیا و آرژانتین هستند. چگونه گل های زیبا در رقابت امروزه. پرویز جان عمرباєв با پای چپ ضربه قوی و بهترین عالی و حساب رقابت 3-1 می شود. متوجه می شویم بار دیگر. توپ را قبول میکند. هیچ کس در نزد او نیست. میتوانست تا چای کبود را نوش جان کند و بعدا ضربه بزند. توجه میکنم بار دیگر با گوشه بالای دروازه. این گل بهتر و زیباتر از گل رشیس بود. از اون گلی که همه بازیگران ما در نیمه میدان پاکستان قرار دارند. خیلی گزارش زیبا، ضربه از آن بهتر ولی دروازه‌بان توانست این ضربه را برطرف بنماید. بسیار وضعیت خوب به میان آمد توسط کنار. فکر دارم اونجا یا اتم نظرف بود یا علیشیر جلیلوف. اتم نظرف بود و توپ بالاتر از دروازه. توپ در اختیار بازیگران ماست. پرویز جان عمرباєв پاسیو با کنار چپ خیلی خوب میرسد. حمله ادامه دارد. ارسال به داخل جریمه پرتاب نوبتی ضربه و گل. احسان پنجشنبه با زدن گل چهارم مشرف میگردد و حساب رقابت افزون میگردد به نفع فوتبال بازان ما. 4 گل در یک قسم رقابت. بسیار هم امکانیت خوب اینجا فراهم آمد برای بازیگران ما و توان سر اول علیشیر پاس خوب بدهد. میتوانیم متوجه شویم بار دیگر و احسان از همین موقع ضربه زد. ببینید که اون موقع دروازه‌بان رو بها گذاشت. مشاهده کرد که کنج دور دروازه خالی است و اویستک توپ رو به همون کنج روان کرد. حساب رقابت اکنون دوستان ارجمند به نفع منتخب تاجیکستان در رقابت با پاکستان در میدان خود پاکستان 4-1 می شود و این تنها قسم یکم دیدار است. ये उमरबाєв एक दफा फिर 10 नंबर के खिलाड़ी इनके साथ मौजूद थे। ये 17 नंबर के पंचम्बे की बड़ी अच्छी स्क्रू बॉल थी और शाहरोम वहां पे मौजूद थे। जी बिल्कुल, इस आखिरी गोल में थोड़ा सा ऑफ साइड का एलिमेंट नज़र आता है लेकिन रेफरी ने नहीं दिया चूँकि तो इसलिए गोल स्टैंड किया और ये 6वां गोल ताजिकिस्तान की तरफ से था। तो मुकाबला 6 ताजिकिस्तान और 1 खेला जाएगा वो मुनक्किद होगा और उसके लिए पूरी दुनिया में इस वक्त क्वालिफाइंग राउंड्स जारी हैं। पाकिस्तान ने अपने 2 मैचेस खेल लिए हैं, एक सऊदी अरेबिया के साथ और एक आज ताजिकिस्तान के साथ। अभी मज़ीद पाकिस्तान के 4 मैचेस